سلام و عرض ادب. فروش یه باب مغازه تجاری پاساژ هلال احمر جنب فروشگاه میثم میشه که از مغازه خوب پاساژ هلال احمره. قطع فروشی ان 24 متر. مالک مغازه آقای قاسمی عزیز صورت قولنامه واگذاری هلال احمرن. داخل مغازه آقای نعمتی داخل مغازه پاساژ هلال احمر و واگذاری هلال احمر قولنامه ین جنب فروشگاه میثم. مغازه 24 متر داخل پاساژ هلال احمر در گاراژ جنب فروشگاه اتکا.